نه جون کی میپرونم یوسف تو را تعریفی زیاد کردند. گفتم بسیار بچه جسور هستی، اما زورا به 2 نفر رسید و خلاص. چخله که میگویند آوازه رستم به از رستم. خیر با ما مهم نیست که تو چی هنر داری، با ما مهم همان است که کار را به انجام رسانی. فهمه؟ آن کاری که شما میخواهید من به انجام نمیرسانم. آن کاری که شما میخواهید من به انجام رسانم با مردم ضرر زیادی میآورد. از روی این کار شما جوانان زیادی وطنم را از دست میدهیم. تا دیروز خودت با همین کارها مشغول بودی، باز ما را نصیحت میکنی؟ بله من مشغول بودم، لیکن در آخر فهمیدم که این کاری من خطاست. به همین خاطر من بس کردم. حالا هم دیر نشده است، شما هم بس کنید، از این کاری افلاس دست کشید. یک باری دیگر بارا برده با جایش میرسانی. با ما دیگر با تو کار نداریم، فهمو؟ من به شما گفتم کو نمیکنم. یگان نفر دیگر رو پیدا کنید. معلوم که تو با خوبی نمیفهمی. با تو با دیگر زبان گپ زدن در کار. یوسف یا با گپی ما میکنی یا پسرم رو از دست میدهی. انس شما چهل انسان هستید آخر. نه خب با کودک میدم خیر رفتار کنید. التجا میکنم، التجا میکنم. انس فقط با پسرم زنم نرسونید. انس آخه انس دستانم روی کنید. اولی مرد رو میبینم که پسرش در پیش او ارزش نداره. مالش شد خب من میکنم. شد هرچی خواهید میکنم، فقط با پسرم ضرر نرسانید. اکنون ما زبان یکدیگر را فهمیدیم. از اول راضی میشدی، حالا پسرت اینقدر عذاب نمیکشید. لیکن من یک شرط دارم، پسرم رو سر دهید، بعد هر کاری میخواهید من به انجام میرسونم. نه اول کار رو به انجام میرسونی،
بعد آماده پسرت را میگیری. در اینجا شرط گفتنی گپ نیست. فهمو؟ حالا ما تو را آزاد میکنیم. بچه ها با تو زنگ زده جای واخوری را میگویند. فهمیدی؟ یا با گپ ما میکنی یا پسرت رو از دست میدی. Akajon mak. Salam. شما؟ سلام. برای کار آموزه مرا ببخشید. هیچ گپ نه. من کار دیروز گذشته را فراموش کردم. شما هم فراموش کنید. با گذشته صلوات. شما جای کار پیدا کردید؟ ها بله پیدا کردم. آها چه خیلی کار باشد اگر مخفی نباشد میگفتم. Samanda, ببخشید شف مربی؟ ابلا ایستو رئیس اگر فروی 500,000 سومون میمونیم در یکم روزی دیگه موناش 500,000 سومون. حالا من میدونم که باید چیکار کنم. رفته های یک لحظه. مرا ببخشید. گوش میکنم. الو سلام دوستی درینم. فکر میکنم که آواز پسرت رو آزمون شده ای. بله آزمون شدم. نوروز تو این را فراموش نکن. من بعد پسرم رو گرفتم. میدونم با تو چه رفتار کنم. ای بیاخو ساعت 9 بگو تیار شو. جای بخوری رو با پیامک روان میکنی. دیر نکنی. خب فهمو من انتظار میشوم. نوروز یک بار آواز انس رو شنیدن میخواهم. با تو گفته بودم که شرط گپ گفتنی گپ نیست. کار رو به انجام رسون. چقدر میخواهی بعد آوازش رو بشنم. خب مرا ببخشید. من باید روم. تو یک کاری حالا نداری. دائما کاری تو چنین است. اگر که سری رحم مرا نمیگرفتی امروز من او را بوغی کردم میکشتم. رئیس جان آرام شما یک آدم با برو از دست شما
یگام جا گریختن نمیتواند یگام جا گریختن نمیتواند رئیس جون چرا درک شدی؟ رئیس جون هر وقتی می اومده با اتاقتون می در آمده درم فروش! این چی حال است؟ این چی حال است؟ رئیس جون بازی کرده رو بیا همه چی جوباجو میگیم همه جوش جوباجو کوزین! کوزای نه رئیس جون کوزای کوزین! نه از دستم! همون رئیس جون همون اینجا بیا حالا گپ من تمام نشده است گفتم فقط عصبی شد چی با عصبی رئیس پیرو میشه؟ عصبی منه همین یک بار عصبی ما پیرو شد سلام علیکم سلام علیکم یکم عصبی پیروش دیگه نه کی؟ بودا برا کی رئیس مسئله نیست برا ببخشید با من یوسف لازمه کرد چی؟ با من یوسف لازمه کرد ای خدا خوب سندی رو بی یک دقیقه بس یوسف با تو چی میشه؟ برادرم ایستا کار تو تمام حل میشه یوسف رئیس میدونی کی اومده است؟ من از کجا میدونم کی اومده است تو رفته آن دوست را گرفته به نزد من بیار در همون مسئله گفته سام میدونی کی اومد؟ کی اومده است در یوسف دادر یوسف یوسف خودش کم نبود که باز دادرش اومده است نه ما در همون مسئله گفتیم که دادر یوسف قدیمو بگیریم ای هر یه نفسی یوسف درکدار شه یعنی گفتنی هستی که دادرش را با خود گیریم از هر یک نفس یوسف با خبر میشویم کوزیل کوزیل نه فوزیل رئیس فوزیل جان تو در حقیقت فوزیل هستی یوسف با دست و پاچه خود بر از ما آمدی یوسف نه دادرش تا میدانم هر دوش از یک خون است کو رفته بیار یوسف تو تا این روز نمیدانستی که سمندر کی هست و با تو سمندر کی بودن رو نشان میدهم اکا بخشش من تو کم رئیس پیروش کن رئیس جون اینا دادر یوسف بیا کو چی میخواهی؟ سلام علیکم سلام علیکم با من یوسف لازم یوسف؟ تو با یوسف چی میشوی؟ برادرش؟ من چی خدمتونم؟ من خیلی شد با یوسف در تماس شده نمیتونم آخرا مرتبه مرا به اینجا ورده و گفت اینجا جای کار من است بله یوسف در همینجا کار میکرد حالا باشد یوسف را با دیگر کار روان کرده ایم شما میتونید مرا هم به کار گیرید از روداش میبروی؟ کوشش میکنم اینجا بیا با تو میفهمم تو چرا با من نگفتی؟ من نخواستم که تو را هم در این بلای خودم غمگین کنم آخر ما دوست هستیم کو تو با میلیسا خبر ندادی؟ با من گفتند که اگر به میلیسا خبر میدهی پسرت رو دیگر نمیبینی باز چی گفتن؟ باید همین بگاه ساعت 9 ما واخوریم با طریق پیامک جای واخوری رو باید به من روان کنم این طور باشد ما همراه میرویم فردوس من نمیخواهم که تو رو در این بلا گرفتار کنم ما دوست هستیم کو چه خیل بلا ما یک جا میرویم فردوس اگر با من جای واخوری رو روان کردن با پیامک من حتما به تو خبر میدهم مایلش پس یک جا میرویم مایلش خوب جون ما برای تو ترمیناتورم میدونیم ترمیناتور دیگه 600 فیش میزنم نمیمرا عقیب ما هر یک دخترو داویدان تو دهنی کادون رفتم نظرم نگرفته نظرشون دیگه چشمویت ما را یک لحظه این فوزای رقم های مرا میکشه همین چشمویت ما را
смерть худагия. من چی خدمت کنم برای تو؟ تو گپ زن. چی خدمت کنم؟ جانی مای قروز در کجا بودی؟ این قروز همین کارو بوری همین آخه همین کاری دهخانی شده همین کاری کردم که همین بزرگ برای تو کار کردم که دو تیم بیام همین اصلم دا برام یک مراجعی که خیلی که یاسما بگیرم برای خودت دقت کن. کدام شما دزن زدی؟ نه اهمیتی. بردارم. این بچه جان سرچیده باشه ها. نه اهمیتی. یا رئیس دارم دیونم کده ایرا بی بازنگی سر. اصلی ما پوپ شد باندی پوپ شد میشیدم. امین برنداد شما کلوت قبل حتی چیکار شکرمه. فوزای انا کنون تو دا چیکار بوده ای؟ اینا برای خودت این اما اینا همین تا می باندم که دیگه 18 کیلومتر هم بدم و این نمیشه دیگه اینا استکاد بمرمه ای حیوان چیکاره؟ چیکاره؟ کوزای فوزای چیکاره؟ چی بقیه؟ چی بقیه؟ چی با تیفانه برداری؟ درد سی بود درس کی؟ کی؟ گوش کن مرا یکم شاگردی پیدا نشد که مایو افتخار بکنم پس بدرو گوش کن فوزای رایجو یا دکه تیفانه یا دکه رفته فين تدي اصلا فوزای ما دیگه ترا قطعی دختر نبینم فهمیدی؟ بس کمی کاروتا رئیس جون شما قطعی و دختر خونم تونگاه میزنین ما هم یک می داشته باشیم اخی کم ترک خیلی باشه فوزای نبای به اگان دختر باور نکن این همش دروغ است این انیسا ما چند قبض باید دیگر گپ میزدیم لیکن در یک مدتی که تو این در یوسف دل بسته است خودت دیدی خودت شاهدی این کار شده بودی لیکن به اگان کس باور نکن هیچ وقت باور نکن گپی مرا فهمیدی؟ فهمیدم رئیس جون خیلی قطعش بگردم یکی باورش نکنه نمیشه قطعش بگردم دیگه باورش نکنه میشه اگر که بتونی میشه مایلش مایل رئیس جون مایل دوستش میداری؟ به همین خاطر من انیسه رو با جای خودم به خارجه روان میکنم رئیس جون نمیره خیر ما با زیغ ایستادم که این رئیس میره و ما چیکار میکنیم به رئیس راحت سیاه فوزای راحت سیاه که تزیغ میشه رفتیم انیق تو رو همینجا گفتن ای گفتگیشون نیم ساعت گذاشت بله همینجا گفتم ما تو رو گفتیم تنها بیو بار دیگر آدم بیاری پسرت رو زنده نمیبینی فهمیدی؟ فردوس
از کجا؟ معلش خب می آیم. наврӯз ту дар куҷоӣ? фаҳмо ози манам мебиёям. مرحمت دارید. سلام علیکم. ممکن رفت سردار؟ مرحمت گذاشته شنید. رفیق سردار تینجیس ما رو با اینجا دعوت کرده. یوسف دین شب در کجا بودی؟ در کجا میشد؟ در خونه رفیق سردار. تینجی است. اگر تنجی میشد ما تو رو با اینجا دعوت نمیکردیم. من این آدم رو میشناسی؟ بله میشناسم. این هم خدمتی من است. یگان گناه کرده است. چرا میپرسید؟ دیشب جسدش رو یافتیم. چی؟ جسدش رو؟ یعنی چی؟ از کجا؟ ما از روی نوارها دیدیم پیش از مردنش همراه تو بود. تو این رو چه خیلی شرم میدهی؟ ها بله راست میگویید. این هم خدمتی من است. دیشب با ماشینش من رو تا نزد خونه آورد و بعد خودش با من گفت که من یک کاری سر و سیمه دارم و زود از نزد من رفت. جواب ده. شاید مهم باشه. خولم زنگ میزنم. لبه خوله جان گوش میکنم. хола дар хонаи шур. ман тағоят мешавам. تقا جان آواز شما رو تماما نشناختم. من شما رو گوش میکنم. масхарабозиро кам куну. худи ҳозир ба назди мо биё. ба ту 10 минут вақт. مالش خوب تقا جان. تینجی است. ها بله تنجی باید من پسرم رو رفته از مکتب گیرم. پسرت رو؟ ها بله. پسری تو در روز یکشنبه هم با مکتب میرود؟ راست بگوید امروز یکشنبه. رفیق سردار مزه خولم نیست. خولم یعنی بیمار است. باید من هر چیز زودتر روم. با شما روز خوش. юсуф бе ягон ҳилаву найранг борро мебарӣ. ягон ҳила мекунӣ фикр кун ки писаратро худат куштаӣ на ин ки мо. фаҳмидӣ? من آنها رو چه خیلی میابم؟ ту ба ҷои гуфтаи мо борро бар
онҳо туро дар ҳамон ҷо интизоранд. аммо ҳуҷҷатҳои мошинро ба номи ту гузарондаем. ба сари чамбораки мошин шин. бишин. бояд ту баъд аз 2 соат дар ҳамон ҷо шавӣ. دو ساعت شد انتظاریم. کجا شده بچه؟ حاضر میرسم.